سلام دوستان، امروز میخوام در خصوص بهره‌وری در بخش عمومی یا دولتی صحبت بکنم و در ادامه بحث‌های قبلی به یکی دیگه از مؤلفه‌های اندازه‌گیری و ارزیابی بهره‌وری در بخش عمومی یا دولتی اشاره بکنم. آیا تا حالا شده شما از یک بخش دولتی یا عمومی شکایت بکنید و اعتراض داشته باشید و جواب شما رو داده باشه؟ از وزارت نیرو، وزارت سمت شکایت کنید، اعتراض بکنید. از شهرداری‌ها، از آژانس‌های هواپیمایی آیا تا حالا شده شکایت کنید و پاسخ درستی بگیرید؟ از اونجایی که بهره‌وری در بخش عمومی میبایستی منجر به تأمین رفاه و آسایش و رضایتمندی مردم باید بشه و رضایتمندی جامعه از شروط اساسی در اثربخشی نظام بهره‌وری هست، سازمان‌های عمومی و بخش دولتی میبایستی یک روش ارزیابی و اندازه‌گیری دوره‌ای برای میزان رضایت جامعه از خود ایجاد بکنند. برخی از سازمان‌ها فکر می‌کنند که دولت از اونجایی که انجام دهنده صرف یک کار خاص هست و یا دولت انحصاری در یک زمینه خاصی خدمات خاصی رو ارائه میکنه، نیازی به ارزیابی نیست، در حالی که این عدم ارزیابی ها منجر به ایجاد یک جامعه ناراضی میشه و این نارضایتی ها جمع میشه و در نهایت اعتماد اجتماعی رو ممکنه از دست بدهد. اجازه یک مثالی از یک گیتاریست کانادایی بزنم. وقتی که در آمریکا با پرواز یونایتد به مقصد نبراسکا داشت حرکت میکرد و هواپیما فرود میاد، شاهد این میشه که تمام بارها رو همینجوری میندازن و پرت میکنن و گیتار ایشون هم جزو اون بارها بود. وقتی که میره گیتارش رو تحویل میگیره، میبینه گیتار شکسته، اعتراض میکنه به ماموران خدماتی شرکت هواپیمایی، هیچ کس جواب و پاسخی نمیده. مدام سعی میکنه این شکایتش رو اعلام میکنه، ایمیل میزنه به دفتر مرکزی یونایتد، باز هم پاسخی نمیگیره و در نهایت بعد از یک سال تلاش شرکت به اصطلاح یونایتد مبلغ $3500 بابت خسارت به این آقای دیوید کارول پرداخت. اما دیوید کارول از این رفتار و اخلاق مأموران که بایستی جواب مشتریان رو میدادند ناراضی میشه و برای همین موضوع میاد یک ترانه‌ای رو، آهنگی رو درست میکنه تحت عنوان یونایتد گیتارها رو میشکنه. این ترانه و آهنگ در شبکه‌های اجتماعی اونقدر رشد میکنه و بازدید میشه تا اینکه سهم شرکت یونایتد در بازارهای بین‌المللی به شدت افت پیدا میکنه و این شرکت مجبور میشه $180 میلیون خسارت پرداخت بکنه به خاطر سقوط سهام. علتی که ما تاکید میکنیم سازمان‌ها از دولتی و یا بخش عمومی میبایستی یک سیستم اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری داشته باشند، برای اینکه مشتری و جامعه بهترین ابزار برای ارائه عملکرد دولت و بخش عمومی در خصوص کیفیت خدمات و فرآیندهاش میباشد. بخش عمومی میبایستی سیستم اندازه‌گیری رضایتمندی مشتری و جامعه رو تدوین بکنه، اجرا بکنه و ترجیحاً این کار برون سپاری بشه تا اینکه اگر واقعا یک سری نارضایتی‌های بود به سازمان منعکس بشه و از سازمان خواستار بشه و از سازمان بخواهن تا این اقدامات اصلاحی رو برطرف بکنه. پس فراموش نکنیم ستانده‌هایی که ما نسبتش رو با نهادها محاسبه می‌کنیم اگر بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی و نیازهای مردم و رضایتمندی جامعه باشد امکان پذیر نخواهد. امیدوارم که سازمان‌های عمومی و دولتی ما هم این نظام ارزیابی اندازه‌گیری رو در سازمان‌هاشون جاری بکنند تا نارضایتی‌هایی که در جامعه وجود داره و جمع میشه و تبدیل به بی‌اعتماد جامعه میشه رو بتونیم کاهش بدیم. موفق باشید.